در دنیای کمیکا و فیلم‌های ابرقهرمانی، شخصیت‌های شرور همیشه جذابیت خاصی دارند. یکی از نمادهای شرارت که بارها و بارها در آثار مختلف ظاهر شده، جوکره. شخصیتی که همیشه در مرز جنون و عقل بین کمدی و تراژدی میرقصه. جوکر نه تنها به دشمن اصلی بتمن، بلکه به عنوان نماد هرج و مرج و انحراف در دنیای ابرقهرمانان شناخته میشه. تو این ویدیو نگاهی میندازیم به 10 لحظه مهم و ماندگار که جوکر نه تنها دنیای قهرمان‌ها رو به چالش کشیده، بلکه بارها و بارها نشون داده که قدرت‌های ابرقهرمان‌ها در مقابل جنون اون اثری ندارن. مثل همیشه بزن بریم. شماره 10. جوکر سوپرمن رو دیوونه میکنه. جوکر که از باختن به بتمن خسته شده، تصمیم میگیره که به قول خودش بازی روی آسون بذاره و این بار بره سراغ سوپرمن. توی بازی Injustice Gods Among Us، جوکر دوست قدیمی سوپرمن جیمی اولسن رو میکشه و لوئیس لین که بارداره رو میدوسه. با استفاده از سم مترسک، جوکر سوپرمن رو توهمی میکنه و باعث میشه که خودش لوئیس رو بکشه. اما این تازه شروع ماجراست. جوکر یه بمب هسته‌ای توی متروپولیس کار گذاشته که با مرگ لوئیس فعال میشه و کل شهر و خونه سوپرمن رو نابود میکنه. سوپرمن هم از شدت خشم و ناراحتی عقلش رو از دست میده و جوکر رو میکشه. اما خب این دقیقاً همون چیزی بود که جوکر میخواست. چون از پس بتمن بر نیامده بود، شاید یه سوپرمن خشمگین و دیوونه بتونه کار بتمن رو تموم کنه. شماره 9. تو منو کامل میکنی. The Dark Knight. توی یکی از نمادین ترین صحنه‌های فیلم شوالیه تاریکی، توی بازجویی معروف، بتمن از جوکر میپرسه که چرا سعی داره که اونو بکشه. اما جوکر فقط قهقه میزنه و میگه که هیچ وقت قصد کشتن بتمن اصلا نداشته. بعدش هم یه دیالوگ معروف از فیلم جری مگوایر رو نقل میکنه. تو منو کامل میکنی. همین سه کلمه دقیقاً رابطه پیچیده بین بتمن و جوکر رو نشون میده. جوکر دست به جنایت‌های وحشتناک توی گاتهام میزنه فقط و فقط برای اینکه بتمن بهش توجه کنه. بتمن هم کم کم متوجه میشه که این بازی پیچیده بینشون چقدر به بهای جون آدمای بیگناه تموم شده. فکر کنم من و تو قراره که تا ابد این کارو انجام بدیم. این صحنه یه خلاصه فوق‌العاده از رابطه همیشگی موندگار بین جوکر و بتمنه. شماره 8. یه جمله ماندگار. بتمن 1989. بعد از کشتن توماس و مارتا وین، جک نیپیر از بروس وین میپرسه تا حالا با شیطان زیر نور ماه رقصیدی؟ سالها بعد جوکر همون سوالو دوباره از بروس میپرسه. همون لحظه بتمن میفهمه که جوکر همون جک نیپیره و دیگه برای نابود کردنش مصممتر از همیشه میشه. اما این جمله فقط یک معنی داره. هیچ معنی خاصی نداره. جوکر خودش اعتراف میکنه که این جمله رو فقط برای تفریح میپرسه. اما همین دیالوگ بی‌معنی تبدیل میشه به یکی از بیاد موندنی ترین جمله های تاریخ سینما. شماره 7. بتمن جوکر رو میخندونه. توی آخرین تلاشش برای به دست آوردن سرم درمان بیماری مرگبارش، جوکر ناگهان به بتمن با چاقو حمله میکنه. اما نتیجهش این میشه که بتمن سرم از دستش میندازه و از بین میره. جوکر که شوکه شده سعی میکنه چند قطره باقی مونده رو لیست بزنه، ولی دیگه کار از کار گذشته. بتمن هم بهش یادآوری میکنه که حتی با همه جنایتایی که انجام داده بازم اونو نجات میداد. و اینجاست که جوکر بعد از یه عمر خندوندن همه، خودش برای اولین بار از ته دل میخنده. شماره 6. مرگ جوکر. همیشه بزرگترین چالش بتمن این بوده که نماد عدالت باقی بمونه و بزرگترین هدف جوکر این بوده که این اصل رو به چالش بکشه. توی The Dark Knight Returns، بتمن توی درگیری شدید گردن جوکر رو میشکنه، اما نه اونقدر که بکشتش، فقط فلجش میکنه. چون اگر جوکر رو میکشت، هم اخلاقیات خودش زیر سوال میرفت و هم محبوبیتش رو از دست میداد. اما جوکر که میخواست آخرین ضربه رو خودش بزنه، کار بتمن رو تموم میکنه و خودش رو میکشه. یه بدرود شکوهمند برای دیوونه تمام عیار. شماره 5. زندگی با ماری فرانکلین. آرتور فلک، کمدین تازه‌کار، همیشه رویا داشت که توی برنامه‌های ماری فرانکلین باشه.
ولی متاسفانه این رویا وقتی به حقیقت پیوست که ویدیوی استندآپ کمدی اون پخش شد و ماری اونو مسخره کرد و روی تلویزیون ملی آبروشو برد. وقتی آرتور دعوت میشه که توی برنامه ظاهر بشه، از ماری میخواد که بهش بگه جوکر رو یک تفنگم میذاره توی جیبش. فکر میکنی کشتن اون مرد خنده داره؟ بعد از اینکه مصاحبه به سرعت به سمت بد شدن میره، جوکر همه رو شوکه میکنه و ماریو توی تلویزیون زنده میکشه. این صحنه از این نظر جالبه که نمیتونی ازش چشم برداری، نه از خرابکاری که اتفاق افتاده و نه از بازی بی‌نظیر خواکین فونیکس که جایزه اسکار رو گرفت و برای بازی در نقش آرتور توی این صحنه حسابی مورد تحسین قرار گرفت. Me? I'm awful? Oh yeah, how am I awful? شماره 4. جوکر باربارا گوردون رو فلج میکنه. اگه یه چیزی باشه که جوکر ازش متنفره، اون آدمایی هستن که از شوخی‌های اون نمیخندن. جوکر تصمیم میگیره که کمیشینگز گوردون رو به دنیای دیوونگیش بکشه. اما خب چطور؟ با شلیک به دخترش باربارا و فلج کردنش توی خونه خودشون. به جز این که این واقعه برای هر پدر و مادر یک کابوس وحشتناکه، جوکر با گرفتن عکس از بدن فلج شده باربارا و وادار کردن پدرش به دیدن اون تصاویر بیشتر از همیشه درد و رنج رو بهشون تحمیل میکنه. این واقعا نه تنها برای باربارا شوک بزرگ بود، بلکه تاثیرات روحی و جسمی که از جوکر میگیره تا آخر عمرش باهاش میمونه. شماره 3. چرا انقدر جدی هستی؟ جوکر واقعا بلده که چطوری داستان بگه. اگرچه هیچ وقت نمیفهمیم که جوکر چطوری زخم‌ها رو به دست آورده، اما نمیشه انکار کرد که تولید این تنش وقتی داستانش رو تعریف میکنه واقعا تاثیرگذار بوده. چرا انقدر جدی؟ این جمله بود که جوکر قبل از کشتن رئیس گنگ به زبون میاره. تاثیرش روی اطرافیانش وحشتناک و باعث میشه که اونها برای پیوستن به جوکر تا پای مرگ بجنگن. شماره 2. جوکر با جیسون تاد بازی میکنه. در یکی از وحشتناکترین لحظه‌های تاریخ کمیک، جوکر جیسون تاد روینو میگیره و با چکش بهش حمله میکنه. بعدش هم جیسون و مادرش رو میکشه و توی انفجار آتیش میسوزونه. از همه کارهای وحشیانه‌ای که جوکر علیه بتمن و متحدانش انجام داده، این یکی شاید دردناکترین و عمیق‌ترینش باشه. شماره 1. جوکر بتمنو میخندونه. این جمله جوهره داستان فوق‌العاده د کیلینگ جوکه که توش جوکر سعی میکنه جیم گوردون رو از نظر روانی بشکنه. اما صحنه اصلی اینجاست. بتمن برای اولین بار به جوکر پیشنهاد کمک میده، ولی جوکر فقط یک جوک تعریف میکنه. یه جوک ساده اما پر از معنی. و چیزی که هیچ کس انتظار نداشت این بود که بتمن خندید. اون خنده میتونه نشونه این باشه که بتمن بالاخره از نظر روانی شکست خورد. همه این لحظات نمایانگر چیزی فراتر از یک شخصیت شرور هستند. جوکر تبدیل به نمادی از هرج و مرج و در هم شکستن هنجارهای اخلاقی شده. از اون لحظات شگفت انگیز که بتمن یا سوپرمن حتی برای یک لحظه فکر نمی‌کنن که ممکنه از جوکر شکست بخورن، تا اتفاقات ترسناکی که گاه به طرز شگفت آوری منجر به درک متقابل و عاطفی بین جوکر و دشمناش میشه. جوکر همیشه نشون داده که در ذهن پیچیده‌اش هیچ چیزی به اندازه تخریب اصول و باورهای قهرمانا لذت بخش نیست. با این حال حتی در مواجهه با بزرگترین بحران‌ها هیچ کدوم از این لحظه‌ها نمیتونن نشون دهنده این باشن که در نهایت قهرمانای واقعی چه چیزی از دست دادن و حتی چه چیزی رو به دست آوردن. پس امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید و مثل همیشه به زودی میبینمتون.